استاد کمتر درباره همین دوستی و مقصد رفت آمد با مردم نصرانی و یهود کمتر گام میزنیم استاد. با آنها معامله نیک کنید در وقت واخوردن، یعنی با چهره کشاد، سخن نیک، اخلاق عالی مسلمانی را نشان دهید تا اینکه در قلب آنها اسلام و بزرگی اسلام بینند، محاسن اسلام نشان دهید. اینقدر نصرانی هایی که مسلمان شدند، بت پرست هایی که مسلمان شدند، یهودایی که مسلمان شدند، مجوسی که مسلمان شدند، بت پرست هایی که مسلمان شدند، چی سبب شد که مسلمان شدند؟ روزی بود که پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمدن، حضرت خدیجه قبول کردن، حضرت ابوبکر قبول کردن، بعد از آن حضرت علی قبول کردن، حضرت زید بن حارثه قبول کردن، بعد از آن عبدالله ابن مسعود قبول کردن. کنت سادس الاسلام، ششمین مسلمان ها بودم. روزی بود که من ششمین مسلمان ها بودم، از شش یکی اسلام بودم. از کجا زیاد شد؟ ما اگر با این مردم معامله دغل کنیم، ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اگر تو یک آدمی درشت معامله و چهرت گرفته و ترشروی و بد معامله باشی، مردم از اطراف تو میگریختند. فبما رحمت من الله لنت لهم، مهربانی الله تعالی بود که الله تعالی برای تو خلق زیبا داد و مردم ملایمی کردی. فبما رحمت من الله لنت لهم، پیامبر صلی الله علیه و سلم ملایم رفتار میکردن. یک کافر دیدن گفتن که این فیک خصلتین یحبهم الله، تو دو خصلت داری که الله تعالی همون دو خصلت دوست بدارد. تو دو خصلت داری که همون دو خصلت الله تعالی دوست بدارد. تو یعنی همون دو خصلت الحلم و الانات، ملایمی و وزنینی و آرام طبیعتی و قار. همین سبب شد که همین آدم اسلام قبول کند. خصلت های نیکشون رو تعریف میکنید، میگوید که توی خصلتی داری که الله و خصلت دوست میدارد، راستگویی، نخوردن مالی کس. صفت هایی که نیکی که دارد، بعضی مسلمان ها بعضی صفت های هموهای ندارن، خصلت های خوب دارن. همین با از کوچه میگذاریم، یک توبای 500 یورگه ایستاده است، هیچ کی نمیگیرد. یعنی بازی کردین موندین در آمدین خانهشون. اگر حاضر همین در دیار ما باشد، مسلمان ها عبیزت دلن همین میگیرند، اسراف نشود گفته. یعنی که توی خصلت داری که الله دوست میدارد، یعنی مالی کسب چشم الله نمیکنی، دروغ نمیگویی. یا همین من در مترو ها میبینید یا آدم اینولید برو تماها خیر میکنن یا نه؟ نصرانی ها خیر میکنن، یعنی که خیر کردن صفتی خوب است. تو یک خصلتی داره که الله اون خصلت دوست می‌دارد، تو با مردم احتیاجمند خیر میکنی، صدقه میکنی، یعنی یه صفتای نیکش تعریف میکنی که این صفت الله دوست می‌دارد. اگر ما با همه مردم درشت معاملگی کنیم، تو کافر هستی، تو بدبخت هستی، تو اهل بدعت هستی، تو ضال و مضل هستی، چگونه اونهای ما دعوت برو؟ ما وظیفه دار هستیم که دیگرهای دعوت به دین اسلام کنیم. ابوالفرج ابن الجوزی رحمت الله علیه میگن که اسلم علی یدی اکثر من 100,000، در دست من زیاده از 100,000 کافر مسلمان شد. 100,000 کافر مسلمان کرد در همون زمانی که اینترنت نبود و در همون آدمای دیدگیشونه. یعنی که وظیفه مسلمان زیبایی اسلام، محاسن اسلام، بزرگی های اسلام، هم در عملش، در رفتارش و هم در گفتارش به مردم غیر دین نشان دهند تا اینکه قبول کنند. از کجا 2 میلیارد شد مسلمان ها؟ این من همین ذاکر نایی که مثال گوش میکنید میبینید خیلی مهنت میکند برای مسلمان کردن مردم غیر اسلامی، غیر مسلمان. چقدر مهنت کرد در مدت اینقدر سالها. میلیون آدم ها در یک وقت صحبتش گوش میکردن. یعنی که هر چقدر همین برادرایی که اسلام قبول کردن در اروپا، در روسیه، حالا در بعضی مسجدهای همین اروپا، هر جمعه 2 نفر 3 نفر آمده اسلامش ظاهر میکنن. با در نمازهای تراویح، در نمازهای 5 وقته 1 نفر 2 نفر هر روز یک آدم اسلام قبول میکنن. سببش پرسید یه بار چی سبب شد که تو اسلام قبول کردی؟
میگفت که ما مقصد همون یک کارخانه کار میکردیم، بعضی همکارهامون مسلمان ها بود، همه وقتی صحبت میکردیم دعوت میکردن، نیکی میکردن، افطار میدادن، خیر میدادن، یا چی میکردن، مقصد آیسته آیسته به دل ما در آمد. بنابراین شما با اون مردم، اگر این مردم 30 سال در روسیه فقط تاجیکان است، تاجیکان هست، ازبکان هست، آسیای میانه هست، عرب ها هست، از افریقا هست، خود داغستان و چچنی این مردم مسلمان هست، تترها هست. اگر همه شما در مدت این 30 سال طبق شریعت عمل میکردید، تمام مدنیت عالی اسلام رعایه میکردید، اونو خیلی مردم زیاد مسلمان میکردید. خیلی گرفتن. مثلا من 2 ماه 3 ماه پیش در طواف یا برادری تاجیک آمد، در برش زنی عروس سطرهای پوشانده عمره آورده است، مسلمان کرده است، تاجیکی خودمان خوشا به حالش. یعنی اگر 2 نفر 3 نفر زن میگرفتید و در بالاش حکمران شده و یه مسلمانی واقعی میکردید، فرزنداش 4-5 تایی فرزندای مسلمان چندین میلیون مسلمان میشد. خیلی شدن. مثلا سالهای تقریبا 10 سال 15 سال پیش احصایات میگفت که مسلمان های روسیه 25 میلیون است، حالا 35 میلیون میگن، هم 10 میلیون اگه پیدا شد. همین مسلمانایی که دعوت میکنن، مسلمانایی که همکاری خود، همسایه خود، صاحب خانه‌تون از خانه اجاره گرفتید، معامله شما میبیند، امانت نگهداری شما میبیند، همسایه هستید، حق همسایگی وقتی که رعایت میکنید، همسایه در بالاتون حق دارد، اگر چه کافر باشد. اگر همسایه مسلمان باشد 2 حق دارد، حق همسایگری، حق مسلمانیش. اگر خیش باشد 3 حق دارد، حق خویشاوندی. اگر مسلمان نباشه 1 حق دارد، حق همسایگری. الله تعالی ما را امر کرده است به همسایه نیکی کنیم اگرچه بیدین است. بنابراین شما سبب میشه اونو همین قدر آدم های کافری که مسلمان شدند، سبب اساسیش همین مسلمان ها اونها دعوت کردند، خواه با سخنی نیک، خواه با رفتاری نیک. بنابراین برادرای عزیز، یعنی که سبب شوید. اگر یه به یک مسلمان شدن یک کافر اگر شما سبب شوید، تا روز وفاتش هر عملی صالحی که میکند از اجر او کم نکرده الله تعالی به شما میده. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه اگر به سبب تو یک آدم اسلام قبول کند، او برای تو از شتر سرخ بهتر است. قیمت ترین ماشین امروز کدام ماشین است؟ از همون دیده برای شما بهتر است اگر یک آدم از سبب شما مسلمان شود. گاهی دختری مسلمان با ستر و حجاب است، با همین راهروی رویش که با شرم و حیا راه میگردد، در همین راهروی زنی مسلمان ایمان و اسلام و شرم و حیا دیده میشد. گاهی زنی نصرانی و زنی بیدین با برابر دیدنش همین سبب میشد برای اسلام. شاید دعوت نکرده به فکر میفراید، شاید امروز قبول نکند، شاید بعد 10 سال قبول کند. شما وظیفه خدا انجام دهید، لیکن در قرارت قلبتون بله دوست نمیدارید، ولی در ظاهر معامله زیبا، سخنهای نیک گفتن گیرید. الله تعالی میگه که وقولوا للناس حسنا، و مردم سخنی نیکو گویید. به عموم مردم، خواه مسلمان است خواه غیر مسلمان، سخنی نیکو گویید. صدقه های نافله اجازت است، طعام دادن اجازت است، رفتار و که حتی زکات هم اجازت است، اگر به شرطی که همین زکات میداده باشید و اسلام قبول میکرده باشد. یعنی 8 گروه بمیدارد، آن کافری که به سبب صدقه شما، به سبب زکات شما اسلام قبول میکرده باشد، به این هم زکات داده میشد. لیکن صدقه نافله به یگان خلاف. به هر راه شما آنها را دعوت کنید، سبب اسلام آنها شوید. بله برادر عزیز،